ببین همین الانشم که اولین ویدیو اینستای منه و منو نمیشناسی، پس خواهشن اگه میخوای نکشم لایک کن. ببین برام مهم نیست که تو کی. آره دیگه تا دیگه اصلا برات مهم نیست من کیم. من همونم که مادرتو کشت و تو رو به وجود آورد پسر، پس باید مدیون من باشی که تو یه قهرمان بزرگی، این دکمه ناکس کدوم کوری قهرمان بزرگی میشی. پس بهت قول میدم که ما رو سربلند کنی. چه؟ من باعث سربلندی تو بشم؟ من تش تو رو بکشم و همینجا خلاص کنم خودمو. پاره شدم تا به اینجا رسیدم، فهمیدی مرد؟ خبره دیگه سخته، ولی خب باید میرسیدی به اینجا تا بفهمی من تو رو به وجود آوردم توی یه آزمایشگاهی خاص وقتی مادرت مرد. خیلی حال داد پسر. میدونی مادرت عجب چیزی بود، به چشم خواهری میگم، بد برداشت نکنی ولی خب باید همینجوری برم جلوتر تا یه آقاشی بگیرم و آره دیگه داشتم میگفتم تو میخوای منو نابود کنی. من همین الانشم فهمیدم میخوای چه غلطی بکنی. پس اگه نمیخوای بمیری قضیه رو ناموسی نکن حالا توی، فهمیدی؟ نگرانم میمیری. بی خیال بیا اون زمین ناکسان نابود کنیم اونجا زادگاه ننت دیگه، یادت میره ننت هم یادت میره. با من زندگی کن، منم ننت رو کشتم به نفتین. اما با هم بزرگ شیم و اونجا رو نابود کنیم تا زمینی دیگه وجود نداشته باشه. دنیای تو ساخته میشه من. دنیای من همین نشن برندکتایی داغونی اون پایینایی که نمیشه ادارشون کرد. آره تو میتونی درستشون کنی، برای همین ساختمت. لعنتی ده گوش کن. بیا با هم اونجا رو بسازیم. بیا بخورش، بیا دیگه عزیزم، بیا میخوای با این بسازیش حتما؟ آره دست آدمای بزرگی. آره دیگه بیادب ساختمت واقعا نامید شدم. بی خیال بابا، تو نمیتونی منو مرد کنی. من خودم همین الانشم توی یتیم خونه بزرگ شدم تا به اینجا رسیدم. پس یاقتو نگیرم و جرت بدم، فهمیدی؟ دختر بی خیال ناکس، تو همین جاشم من و تو با هم ساخته شدیم. ده بزا با هم بریم. ده من هیچی ندارم بابا، بزن پارم کن. تا همین جاشم بهت کمک کردم، ولی اگه بدونی پدرتم با تو توی آزمایشگاه بود چیکار کنه؟ داره پدرت زنده است. آره ای ناکس، پدر من زنده است. اون کجاست؟ بنال اون کجاست؟ اون اوه، به فناش دادم. ولی خب فکر کنم باید به یه دردی بخوره.